همه ما توی محیط کارمون با افرادی معاشرت داشتیم و برخورد داشتیم که در وهله اول بسیار جذاب، کاریزماتیک، تاثیرگذار و قدرتمند اومدن. این افراد توی چند دقیقه میتونن اعتماد کامل ما رو به خودشون جلب کنن. اما اگه در واقع بخوایم نگاه کنیم و عمیق‌تر و بلند مدت‌تر نگاه کنیم، این افراد در واقع خطرناکترین موجوداتی هستن که توی سازمان ما باهاشون برخورد داریم. توی دنیای کسب و کار، پشت چهره فریبنده این افراد یک پدیده روانشناختی مهم نهفته است. یک پدیده به نام سایکوپاتی. سایکوپاتی سازمانی مفهومیه که محقق‌های روانشناسی سازمانی مدت‌هاست دارن روش کار میکنن. یکی از این روانشناس‌ها به نام رابرت هیر توی کتاب معروفش به نام Snakes in Suits یا مارها در کت شلوار یا مارها در لباس کار به این پدیده مهم میپردازه، به نشانه هایی که این افراد دارن، به نحوه برخورد این افراد، نحوه شناساییشون و نحوه زیست مسالمت آمیز کنار این افراد میپردازه. شاید تصور کنیم که سایکوپاتی مثل سوسیوپاتی یک مفهوم نادر و یک پدیده نادره، در حالی که وقتی به جامعه نگاه میکنیم 1% افراد طبق آمارها درگیر پدیده سایکوپاتی هستند. در واقع از هر 100 نفر 1 نفر ویژگی های سایکوپاتی رو از خودش بروز میده. نکته جالبتر این که وقتی به دنیای سازمان ها وارد میشیم و مدیران ارشد رو نگاه میکنیم، طبق آماری که رابرت هیر داده، حدود 3 تا 4% این مدیران دچار موارد مربوط به سایکوپاتی هستند و رفتارهای سایکوپاتی از خودشون بروز میدن. و حتی دردناکتر این که در گزارش‌های دیگه‌ای که منتشر شده این آمار از 12 تا 20% هم متغیر بوده. یعنی 12% لایه ارشد مدیران دچار مسئله‌های سایکوپاتی بودن و وقتی به مدیرهای عامل و CEO های شرکت نگاه می‌کنیم این آمار تا 20% هم افزایش پیدا کرده. در واقع سلسله مراتب سازمانی یک زمین حاصلخیزی رو برای رشد این افراد فراهم کرده و افراد تونستن با این بستری که براشون فراهم شده به راحتی ویژگی‌های شخصیتی خودشون رو به کار بگیرن و قدرت‌ها و سلسله مراتبی رو که به عنوان منفعت شخصی دنبال می‌کردن رو به راحتی دست پیدا کنن. قبل از اینکه وارد دنیای سازمان و سایکوپاتی سازمانی بشیم، لازمه که سایکوپاتی رو از منظر روانشناسی یک بررسی کلی داشته باشیم. توی علم روانشناسی یک مفهومی داریم به نام دارک تریاد یا مثلث تاریک که 3 وجه تاریک شخصیت انسانی رو به تصویر کشیده. عملاً ما توی دارک تریاد 3 ویژگی شخصیتی داریم که دچار شدن انسان به اینها باعث رفتارهای غیر اخلاقی، قدرت طلبانه و خطرناک میشه. اولین موردش بحث ماکیاولیسمه، یعنی اولین ضلع این مثلث تاریک ماکیاولیسمه که هدفش اینه که به طور کلی اعتقادش بر اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه و از دستکاری و دروغ برای رسیدن به اهداف بدون هیچ گونه نگرانی اخلاقی استفاده میکنه. در واقع با بیرحمی برقراری ارتباطات پیچیده در جامعه باعث میشه که دستکاری رفتاری و روانی در افراد صورت بگیره تا فرد به هدف خودش برسه. ضلع بعدی در این مثلث تاریک بحث نارسیسیسم یا خودشیفتگیه. در واقع افراد دچار یک نوع تکبر و خود بزرگبینی میشن که این خود بزرگبینی و تکبر باعث میشه که آتش سیری ناپذیری برای قدرت داشته باشن و در واقع قدرت و حق خودشون بدونن. انگیزه اصلشون نه صرفاً موفقیت سازمان، موفقیت جامعه، موفقیت افراد، بلکه نیازهای شخصی و سیر کردن قدرت نهفته درون خودشونه. پس تا الان ضلع اول شد ماکیاولیسم، ضلع دوم شد نارسیسیسم و ضلع سوم که مخرب ترین ضلع هم هست بحث سایکوپاتیه. توی سایکوپاتی ما همدلی رو در افراد نمیبینیم. افراد همدلی رو کنار میذارن و بسیار منفعت طلبانه و بیرحمانه برای رسیدن به اهداف خودشون تلاش میکنن. تمایل به هیجان جویی دارن و افراد رو منزوی میکنن و افراد رو در یک جایگاهی قرار میدن که عملاً قدرت رو از اونها سلب میکنه. عملاً ما توی این قسمت میخوایم در مورد سایکوپاتی صحبت کنیم و سایکوپاتی به عنوان شومترین ضلع این مثلث تاریک مورد بحث ماست. خب
خب بیاید برگردیم به سایکوپاتی سازمانی و بحث سایکوپاتی رو در سازمان دنبال کنیم. میخوام 9 تا ویژگی شخصیتی این افراد رو با هم بررسی کنیم. 9 تا ویژگی که شناختشون باعث میشه ما بتونیم بهتر با این افراد تعامل کنیم. اولین ویژگی و مهمترین ویژگی که بهش میپردازیم بحث دروغگویی مرزگونه و بیمارگونه افراده. به صورت خیلی بیمارگونه و از روی مرض عادت دارن که دروغ بگن و واقعیت‌ها رو تحریف کنن. در واقع این تکنیک بهش میگن گسلایتینگ، به گونه‌ای دروغ میگن و به گونه‌ای واقعیت رو تحریف میکنن که فردی که مقابلشون نشسته احساس شک و تردید به قضاوت و عقل خودش میکنه. در واقع فرد دچار تردید میشه که شاید من اشتباه فهمیدم، یعنی به قدری ماهرانه دروغ میگن و واقعیت رو تحریف میکنن که امکان شناسایی راحتش برای ما وجود نداره. مورد دوم سوء استفاده و کردیت کالکشنیه که انجام میدن. در واقع کارها رو از طریق سایر افراد پیش میبرن، خودشون دست به سیاه و سفید نمیزنن ولی از طریق بقیه افراد کارها رو پیش میبرن و در نهایت موقعی که لازم کردیت این کارها مشخص بشه تمام اعتباری که برای انجام این کار هست رو برای خودشون انحصارن و به تنهایی دریافت میکنن. مورد سوم از تکنیک تفرقه بنداز و حکومت کن استفاده میکنن. عادت دارن که با ایجاد حاشیه، با رفتارهایی که با افراد مختلف دارن و حاشیه هایی که به صورت 2 به 2 با افراد مختلف ایجاد میکنن یک نوع تفرقه ای رو بین افراد ایجاد کنن و از طریق این تفرقه و این آسیب هایی که ایجاد میشه حکومت خودشون رو و سلطه خودشون رو توی اون تیم و اون سازمان محکم‌تر کنن و جایگاهشون رو قوی‌تر کنن. مورد چهارم زورگویی ابزاریه. در واقع توی زورگویی‌های معمولی که ما باش مواجه هستیم صرفاً برای آزار دیگران استفاده میشه، ولی زورگویی که این افراد دارن بسیار حساب شده و در راستای اهداف و منافع شخصیشونه. با استفاده از این زورگویی‌ها تضعیف موقعیت شغلی همکارانشون رو میخوان ایجاد کنن و از طریق اون خودشون بالاتر برن و قدرتشون مستحکم‌تر بشه. مورد بعدی انزوا طلبی هدفمنده. در واقع تمایل به این دارن که افراد مختلف رو دچار انزوا کنن و اونها رو گوشه رینگ بندازن و قدرت تک تک افراد رو به صورت جداگانه کم کنن و این انزوایی که براشون ایجاد میکنن باعث میشه مجدداً قدرت خودشون افزایش پیدا کنه و جایگاهشون ارتقا پیدا کنه. مورد ششم عدم همدلی و احساسات سطحی در این افراده. تحقیقات نشون میدن که این افراد هیچ گونه احساس پشیمانی، احساس گناه و هیچ گونه همدلی در رفتار روزمره و رفتار کارشون با سایر همکارانشون و انسانها ندارن. در واقع هر گونه احساسی که از خودشون نشون میدن صرفاً در راستای اون منافعی که دارن و در واقعیت هیچ گونه همدلی در اونها دیده نمیشه. مورد هفتم ناتوانی در مسئولیت پذیریه. در واقع این افراد هیچ گونه حس مسئولیت پذیری ندارن و اگر هم مسئولیتی رو بر عهده میگیرن صرفاً قرار اون رو از طریق دیگران انجام بدن و اگر اعتباری از این کاری که انجام میشه به دست بیاد خودشون اعتبار رو میگیرن و اگر هم قصوری باشه همون افرادی که درگیر پروژه بودن رو مقصر جلوه میدن. در واقع این افراد خیلی معتقد به این جمله قدیمی علم مدیریت هستن که مدیریت یعنی کار کردن از طریق دیگران. حالا اگر کردیتی و اعتباری باشه خودشون تصاحب میکنن، اگر هم مشکلی باشه اون دیگرانی که اون کار رو انجام دادن باید پاسخگو باشن. مورد هشتم تعیین اهداف غیر واقعیه. سایکوپات‌ها از طریق ایجاد هدف‌هایی که بسیار غیر واقع بینانه است سعی میکنن که شکست افراد رو ببینن. در واقع با ست کردن این هدف‌ها میخوان افراد رو به مسیری ببرن که نهایتاً به شکست منجر بشه و شکست اونها رو مشاهده کنن. مورد نهم و آخر بحث زندگی انگلی و لایف استایل انگلی این افراد توی سازمانه. سایکوپات‌ها شبیه انگل‌ها به افرادی که دارای قدرت توی سازمان هستن میچسبن و تا زمانی که اون قدرت در افراد هست اینها در کنارشون ارتزاق میکنن و پله‌های ترقی و رشد سلسله مراتبی رو دنبال میکنن. این نوع رفتاری که خیلی کلی از ویژگی‌های شخصیتی سایکوپات‌ها بیان شد استراتژی هوشمندانه و اما کوتاه مدتشون برای رسیدن به قدرت و منافع شخصیشون توی سازمانه و نهایتاً هرج و مرج و زیان بلند مدتی رو برای سازمان به همراه میارن. خب ما ویژگی‌های اصلی سایکوپات‌ها رو توی سازمان دیدیم.
چکلیست های متعددی هم برای ارزیابی این افراد وجود داره. چکلیست هایی که شاید کار پیچیده‌ای باشه و نیازمند بررسی بالینی افراد داره و ما خیلی راحت نمیتونیم با استفاده از این چکلیست ها بیایم تگ سایکوپاتی رو روی افراد بذاریم. اینکه این ویژگی ها رو با هم برشمردیم صرفا برای اینکه در ذهن خودمون جایگاه افراد رو بتونیم تعیین کنیم و رفتار خودمون رو با اونها تنظیم کنیم. در واقع چکلیست ها به موارد متعددی میپردازن که میتونیم نمونه های PCLR رو توی اینترنت دنبال کنیم ببینیم. اونجا سوالات مختلفی وجود داره، مثل اینکه فرد آیا با مدیرش رفتار متفاوتی با تیمش داره، یعنی در مقابل مدیرش جذابیت داره و در مقابل نیروهای خودش بسیار بیرحمانه عمل میکنه، یا اینکه شایعات منفی رو توی سازمان ایجاد میکنه، اینکه در تیم تلاش داره رقابت ایجاد کنه، اینکه افراد تیم رو با هم بد کنه، اینکه نسبت به نگرانی ها و مشکلات افراد بی‌تفاوته و اصلا براش اهمیتی نداره، اینکه اگر با مشکلی مواجه بشه سریع دیگران رو مقصر میکنه و خودش هیچ گونه مسئولیت رو گردن نمیگیره. مواردی مثل این به صورت یک چکلیست حالا 20 گانه‌ای در مدل PCLR مطرح شده که میتونیم اونو به کار بگیریم و افراد رو دقیق‌تر ارزیابی کنیم، هرچند که سایکوپاتی یک طیفه و ما نمیتونیم به راحتی تگ سایکوپاتی رو به افراد بزنیم. خب حضور سایکوپات ها در سازمان دو پیامد مهم رو به دنبال داره. یک پیامد بلند مدت و یک پیامد کوتاه مدت. توی کوتاه مدت کارمندان این افراد، کسایی که در تیم این افراد هستند، دچار آسیب های روانی و فشار روانی زیادی هستند. استرس های شغلی که تحمل میکنن، اعتماد به نفسی که از دست میدن و فشاری که در مدت کوتاهی به اونها وارد میشه باعث میشه مستهلک بشن. اما خب تحقیقات نشون داده کسایی که میتونن با این مدیرا کار کنن عملاً کریر موفق‌تری رو هم ممکنه در ادامه بتونن برای خودشون بسازن. در واقع میگن چیزی که آدم رو نکشه قوی ترش میکنه. علیرغم همه مستهلک تر شدن و آسیب‌های روانی، ممکنه فرد بتونه با مهارت‌هایی که از تعامل با این افراد کسب میکنه بتونه یک مهارت نرم قابل توجه و خوبی رو در خودش ایجاد کنه. پس آسیب‌های روانی که برای فرد در کوتاه مدت ایجاد میشه یکی از پیامدهای جدی این حضور سایکوپت‌ها در سازمانه. اما پیامد بلند مدتش که سازمان خیلی دیر ممکنه متوجهش بشه، پیامد فرهنگی و مالی برای سازمانه. عملاً با تصمیم‌ها و اون ویژگی‌هایی که به کار میگیرن افراد سایکوپت باعث میشه که ضررهای مالی سنگینی رو در بلند مدت برای شرکت به دنبال داشته باشن، یا ایجاد فرهنگ مسمومی که در سازمان ایجاد میکنن ممکنه تا مدت‌ها بعد از حضور این افراد در سازمان باقی بمونه و فرهنگ چیز سخت و صلبیه و به راحتی نمیتونیم فرهنگ رو بعد از این افراد تغییر بدیم. عملاً به عنوان یادگاری افراد ما ضررهای مالی و فرهنگی رو در سازمان شاهد خواهیم بود. نمونه های متعددی هم به عنوان ریپورت هست، شما اگر سرچ کنید سایکوپت ها و پیامدهاشون توی سازمان های مهم، شرکت های معتبری رو با اسامی معتبری میبینید که روزگاری به عنوان کارآفرین های برتر و رهبران قاطع و مستحکمی وارد عرصه شدن و در بلند مدت یک ضرر سنگین مالی به اون شرکت و حتی صنعت وارد کردن. خب مواجهه با این افراد در سازمان کار بسیار سخت و پیچیده‌ایه. هم افراد و هم سازمان باید آمادگی مواجهه با این افراد رو داشته باشه. ما می‌خوایم اینجا راهکارهایی رو بگیم که هم برای افراد و هم برای سازمان ضروریه که در قبال این افراد به کار بگیرن. اگر بخوایم نگاه فردی داشته باشیم، یعنی فرض کنید شما در تیمی هستین که مدیرش دچار سایکوپاتیه یا همکارتون دچار سایکوپاتی هست و شما باید یک سری اقدامات رو انجام بدین. با این فرض اولین اقدام این هست که یک سپر دفاعی برای خودتون درست کنید. سپر دفاعی از جنس مستندسازی. ما گفتیم که سایکوپت‌ها تمایل دارن که قلب واقعیت کنن، تمایل دارن که به دروغ واقعیت‌ها رو عوض کنن. در حالی که شما با مستندسازی تک تک مراحلی که با این افراد در تعامل هستین میتونید این دروغگویی رو به حداقل ممکن برسونید. یعنی مستنداتی داشته باشین که در بزنگاه‌هایی که گرفتار میشین و اون انزواهایی که تلاش میکنه سایکوپت برای شما ایجاد کنه، اون مستندات رو رو کنید و با استفاده از اون مستندات یک راه رهایی برای خودتون ایجاد کنید.
دومین راهکار اینه که مرزهای خودتون رو با اون مشخص کنید و بحث عاطفی رو از کار جدا کنید. در واقع شما مشخص کنید که چه چیزهایی برای شما قابل قبوله و چه چیزهایی برای شما قابل قبول نیست. خیلی مبهم با این آدم‌ها کار نکنید. بسیار شفاف فرآیند رو مشخص کنید و سعی کنید به هیچ وجه درگیر مباحث عاطفی با اونها نشید، چون عملاً از این نقطه ضعف‌ها برای ضربه زدن به شما استفاده میکنن. مورد سوم ایجاد یک شبکه حمایتیه. سعی کنید با قربانیان دیگه این افراد، با افرادی که مشابه شما و وضعیت مشابه شما دارن، یک شبکه حمایتی و یک ائتلافی رو شکل بدین که در مواقعی که مجبور میشید و در مواقعی که سعی میکنه شما رو در انزوا بندازه و دچار آزار کنه، از اون شبکه استفاده کنید و تنها نباشید. عملاً سایکوپت ها میخوان که افراد تنها باشن و از این تنهایی برای ضعفشون و اعمال قدرت روی اونها استفاده کنن. پس ایجاد یک ائتلاف و شبکه حمایتی از افراد مشابه خودتون میتونید این سدهای قدرتمند رو بشکنید و قدرت فرد سایکوپت رو کمتر کنید. مورد آخر اهمیت دهی به سلامت روانه. در واقع اگر قدرت سایکوپت در سازمان خیلی زیاده و شما هیچ افقی از اینکه بخواید یک حیطه امنی رو برای خودتون ایجاد کنید، یک سلامت روانی رو ایجاد کنید نمیبینید، لازمه که اون سازمان رو ترک کنید. در واقع آخرین راه اینه که سلامت روان خودتون رو اهمیت براش قائل بشین و در واقع دچار این محیط سمی که سایکوپت ها ساختن نشید. خب اگه بخوایم از نظر سازمانی نگاه کنیم، یک سازمان باید راهکارهای پیشگیرانه برای اینکه در دام سایکوپت ها نیفته به کار بگیره. اولیش اصلاح فرآیندهای استخدامه. خب وظیفه منابع انسانی در سازمان ها اینه که در مصاحبه ها این افراد رو بتونن با دقت های روانشناختی شناسایی کنن و اجازه ورود اونها رو به سازمان ندن، چیزی که ما در واقعیت خلافش رو میبینیم. منابع انسانی به این وظیفه مهم خودش خیلی وقتها عمل نمیکنه و سازمان ها رو پر از سایکوپت ها میکنن و در فرآیندهای استخدامی که دارن اساساً به مواردی توجه میکنن که اهمیت کمتری دارن و سایکوپت ها میتونن سوار اون داستان هایی بشن، سوار اون موج هایی بشن که به راحتی فرد مقابل رو مجذوب خودشون میکنن. مورد بعدی ایجاد پروتکل های اخلاقی سازمانیه. در واقع سازمان اگر یک سری سازوکارهای اخلاقی رو در خودش ایجاد کنه، سایکوپت ها نمیتونن به راحتی اون اخلاقیات رو زیر پا بذارن و ویژگی های خودشون رو بر اون سیستم حاکم کنن. در واقع این پروتکل های اخلاقی میتونن کمک کنن که افراد به راحتی قدرت رو تصاحب نکنن و اخلاقیات رو زیر پا نذارن. مورد بعدی ترویج رهبری مبتنی بر همدلیه. در واقع رهبران دستاندرکار سازمان باید تلاش کنن که همدلی رو در سازمان تقویت کنن. یعنی اجازه ندن که همدلی به عنوان یک ارزش رها شده در سازمان باشه. تقویت همدلی در سازمان میتونه کمک کنه که افراد سایکوپت نتونن این بیرحمی خودشون رو خیلی راحت در فرآیندها و کارها به کار بگیرن. مورد بعدی نظارت مستمره. سازمان اگر یک بازخور 360 درجه‌ای از کارمندان، از مدیران، از همکاران فرد داشته باشه، خیلی راحت تر میتونه این افراد رو در سایکل های منظم شناسایی کنه و اجازه نده که این افراد در بلند مدت سازمان رو دچار مشکلات جدی کنن. خب با توجه به تعداد زیاد این افراد در سازمان ها، احتمالاً همه ما تجربه مشابهی رو در تعامل با این افراد چه در قالب مدیر چه در قالب همکار داشتیم. بیایید در مورد این تجربه ها صحبت کنیم. اگر نکته‌ای در خصوص تجربیاتی که داشتین، اگر شواهدی رو در این راستا داشتید، با ما در آکادمی واج به اشتراک بذارید.